تا به حال جنوب رفتی؟ شکمپر چی خوردی؟ نه شکمپر مرغان، شکمپر ماهی. میدونی هر بار که دارم ماهی شکمپر درست میکنم یاد دوران دانشجویی میافتم. یه روز آخر ترم همه خسته و داغون و بی پول یکی از بچه‌ها گفت بیاید یه کاری کنیم، یه شام درست حسابی بخوریم، انگار نمره‌هامون خوب شد. اصلا به روی خودمون نیاوردیم که همه افتادیم. رفتم بازار چک و چونه ماهی گرفتم که نه خیلی بزرگ باشه ولی خب تازه و بوی دریا بده. برگشتم خوابگاه، شکم ماهی رو باز کردم، پرش کردم از سبزی و سیر و این چیزا. یکی از بچه‌ها گفت آخه اینجا کجا میخوای بذاری زیر پا؟ گفتم تو ببین جنوبی‌ها راهشو بلدن. یه منقل قرض گرفتیم، گذاشتیم پشت خوابگاه روی سنگای داغ. ماهی رو توی فویل پیچیدم، انداختم زیر زغال. همونجا نشستیم دور تا دورش با یه فلاسک چای و صدای موسیقی محلی. یادش بخیر. وقتی ماهی پخت، فویل رو باز کردیم. اون بو، وای اون بو، انگار همه خستگیامون پرید. همه با دست خوردیم و بدون نون و بدون قاشق، فقط خنده و ماهی و یاد خلیج. بگو ببینم ماهی شکمپر خوردی واقعا؟ میدونم اولش ازت پرسیدم ولی بهم بگو، دوست دارم بدونم خوردی یا نه. این ماهی رو بذاری نیم ساعت زیر زغال بمونه اوکی ها. لایک یادت نره.